من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گم شدگان عشق در دشت فراق پیغام و سلام و یادگار آوردم. السلام علیکم همزیاران عزیز، بینندگان عزیز و ارجمند. اینک به کشور بیشت آسای ما تاجیکستان صاحب استقلال فصل زیبای سال بهار نازنین حکم فرمایی میکند. در برابر رسیدن فصل بهار مردم عزیز ما جشن بین المللی نوروز را صمیمانه تجلیل میکنند. واقعا هم نوروز اصالت است. نوروز جشن قدیمه تاریخی است و با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز جشن بین المللی گردید. از فرصت مناسب استفاده کرده همه شما تماشابینان عزیز را با این سنه فرخنده صمیمانه شاد باش میگویم. بگذار که گلباغ زندگیتان از عطر محبت و صفا و صداقت مشک‌بیز و دلنشین باشد. تمنای آن را دارم که خورشید عالم افروز نورهای زرینش را پیش پایتان اهدا نماید و شما را از هر بلای زمین و آسمانی در پناه عصمتش نگاه دارد. بار دیگر عزیزان دل نوروزتان مبارک باشد. حالا باشد گزارش ادانه ما تقدیم شماست. یکی از سنت‌های نوروزی این پختن سومنک است. سومنک نوع خورش نوروز است که از سبزه گندم پخته می شود. خودی سبزه رمز احیای طبیعت و زیبایی و آسایشتگی حیات به شمار می رود. بهتر زی همه رمز بهار است سومنک. خوردن به کسان رفع خمار است سومنک. بر پیکر هر آدم نافع و مفید است، چون گل به چمن زیب دیار است سومنک. ما در گرد دیگی سومنک نوروزی قرار داریم. در اینجا گروهی بانوان با کافتن سومنک و آرزوهای شیرین بزم نوروزی دارند. و همصحبت من نیکبخت ابرار که با یک جهان آرزو و تمنیات خویش در نزد ما قرار دارد. نیکبخت جان نوروز مبارک شود. بسیار معلمی عزیز، نوروزی همه اهل کشور مبارک باشد. مرحمت یک سرود نوروزی میخوانیم.
نوروز آمده دلا آیین گلگردان خوش است شادی و غم ها در دل هر زاده انسان خوش است هر لحظه خیزی سبزه ها در سینه دشت و دمن هر لحظه خیزی سبزه ها در سینه دشت و دمن هر لحظه احیا شده مانند ما یزدان خوش است هر لحظه احیا شده مانند ما یزدان خوش است روز آمد ای دلا نوروز آمد ای دلا نوروز آمد ای دلا نوروز آمد ای دلا نوروزتان مبارک باشد. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، ما در گرد دیگ سمانک حالا قرار داریم. در اینجا کارمندان بیمارخانه سرایتی قرار دارند و حالا همصحبت من خلیچه بانو عبداللهیوا. خب به همه شما بانوان عزیز نوروز مبارک باشد. چی تمنا داره؟ من از نام خودم، از نام کل کارمندان بیمارخانه سرایتی شهر با سرداری جلیف عبدالملیک همه کارمندان شهر و دهات پنجکندی عزیزم رو با فرارسی به با عید نوروز که امروز نوروز جهان شده است تبریک و مبارکباد میگویم. به همه شهروندان عزیزم تن صحتی و خانه آبادی تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. در نوبت خود ما اهل کارمندان ساحه تندرستی را با جشن نوروز بین المللی صمیمانه شادباش میگویم و گفتنیم که زیبنده تو را خیلتی چون شیر سفیدت لبریز زیفره هست دل پر زی امیدت از بس که تو درمان بدی بر تن مجروح دستان شفا بخش تو هم درد نبیند. عیدتان مبارک بانوان عزیز.
نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز. مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. امروز ما کلی آموزگاران کالج طبی شهر پنجکین در گرد دیگ سمنک جمع آمدیم و در یک جایگی کلی مردم شرفمند پنجکین باستان و تاجیکستان عزیز خویش را با آمدی نوروز عالم افروز صدقاً تبریک و مبارکباد نموده خواهان آن را دارم که بگذار نوروز امساله در خاندان همه فیض و برکت عطا نماید. نوروزتان مبارک. دوستان عزیز، با گفت استاد ابو عبدالله رودکی با 100,000 نصرت و آرایش عجیب نوروز عالم افروز و بهار نازنین وارد دل و دیده ها می شود و باعث خوشنودی به سرفراز است که در بزم ادانه ما مهمانان خیلی زیاد از خارج کشور قرار دارند. با حال همصحبت من از دولت ترکیه از شهر استانبول در گرد دیگ سمنک همراه ما خرسندی دارند. خوش آمدید. Hoş bulduk. I am Ali from Istanbul. Всем привет. С праздником Навруз. Я очень рад и счастлив вместе в Навруз. Мы праздником. Я первый раз в Таджикистан. Это первый день в Таджикистан. Поэтому я очень счастлив. Спасибо за все. Я очень понравилась твой культура, твой люди, твой натуральный все. Извини, чтобы я говорит русский чуть-чуть. Я могу говорить Türkçe. Hepinizin Nevruz bayramını kutluyorum. Herkese saygılar, selamlar, güzel insanlar. Tacikistan insanları, hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Selamat başlayın. رنجید از حیات آن از حیات میده آن از حیات میده در باغ مهیرامی آن ماهی نو رسیده آن ماهی نو رسیده تو من کشال میرم گلها را چیده چیده گلها را چیده چیده صد آفرین باد ای ماهی کشوری هوست با باغبانی قدرت خلاق داوری هوست سر تا با پا لطافت ای ماهی انبری هوست در جمع خوب رویان هستی تو سربری هوست آخیر زیتن برایت این جانی غم کشیده این جانی غم کشیده آخیر زیتن برایت این جانی غم کشیده این جانی غم کشیده در باغ مخیرامی آن ماهی نو رسیده آن ماهی نو رسیده با من کشان میره گلها را چیده چیده گلها را چیده چیده بینندگان گرامی، همصحبت من سابقه دار مهنت در ساحه تندرستی اپای ترسنوی. اپا جان عزیز نوروز مبارک باشه. اول از که همتون با سلام. ایده نوروزتون مبارک شود. نسکرتون سمالک ماندتون. این همه جا با این وی هست. سمالک مانه وی و خدا بنده تنجیت یاد امانیت یاد. همتون ساق و سلامت گردتون. کسب کار همتون با برکت یاد. همه کار تشکیل کردگی به هزار رحمت. سلامت باشید. نوروزتون مبارک. تماشابینان عزیز، امروز در پنجکент باستانی ما مهمانان خیلی زیادی از خارج کشور تشریف آوردند که بار دیگر مهمانان را خیر مقدم میگم و همصحبت من برادر عزیز از جمهوری ایران. خوش آمدید. شما به تاجیکستان بار اول آمدید؟ اولین بار. بله. خوش آمدید. زنده باشید. عید نوروز مبارک باشد. چی گفتنی دارید؟ بنده تبریک عرض میکنم خدمت مردم تاجیکستان. من از شیراز اومدم، از شهر حافظ سعدی تخت جمشید
شهر کوروش کبیر و اولین باری به تاجیکستان سفر کردم. خدایی شهر کل کشورتون تمیز و همه نشونه حاکمان صادق و درستکاره و لذت بردیم از مهمون نوازی مردم تاجیکستان، لذت بردیم از تمیزی خیابونها و آب و هوا و مهمان نوازی و به همه مردم کشورمون ایرانیا پیشنهاد میدیم که عید نوروز نه در کل سال به تاجیکستان سفر کنند و لذت ببرند. یه شعری از رودکیه میگه عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که که را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. نوروز مبارک، شاد باش. تشکر زیاد. اگر یار می‌دوید من می‌دویدم، اگر یار می‌نشست من می‌رسیدم. رو تا خالی سیاه پشتی لباس بود، اگر یار می‌فروخت من می‌خریدم. رو تا خالی سیاه پشتی لباس بود، اگر یار می‌فروخت من می‌خریدم. هم صحبت دیگری من خانم بهیه از جمهوری ایران آمدن. خوش آمدن. ممنون، تشکر. چی گفتنی دارید؟ امروز نوروز بین المللی ما تجلیل میکنیم. من دوست داشتم بیام تاجیکستان نوروز رو ببینم، چون هم فرهنگیم هم ریشه ایم. خیلی تاجیکستان رو دوست داشتم. ممنون که نوروز رو زیبا و زنده نگه داشتین و دوست داشتیم که با شما جشن بگیریم. تشکر زیاد. سلام بر همه عزیزان ما، شما میزبانان مهربان. سلام بر شما هم فرهنگ ها و هم زبانان قدیمی. سلام بر ریشه و بر اصالت. سلام بر صلح و صفا و مهر و محبت. و سلام بر مجموعه همزبانان سراسر گیتی. بوی جان میآید اینک از نفسهای بهار، دستها پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد. شهر سرشار از لبخند شما، گل از امید تا جهان باقی است. این آیین افروز باد، نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. ای ماهی کشوری هوش با باغبانی قدرت خلاق داوری هوش، سر تا بپا لطافت ای ماهی انبری هوش. در جمعی خوب رویان هستی تو سروری هوش. آخیزی تن برایت این جانی غم کشیده، این جانی غم کشیده. آخیزی تن برایت این جانی غم کشیده، این جانی غم کشیده. در باغ مخیرانی آن ماهی نو رسیده، آن ماهی نو رسیده. دامن کشان میره گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده. سلام، من سورنا هستم. من از ایران اومدم. ما اومدیم به تاجیکستان به خاطر اینکه عید بود و تو تاجیکستان مردم عید رو جشن گرفتن و امیدوارم عید
شما مبارک باشه. و تاجیکستان و پنجکندی بستان خوش آمدید. ممنونم از لطفتون. خوشحال هستم که در تاجیکستان هستم. خیلی خوشحالم. یعنی در واقع ما یک نوعی هموطن هستیم، از یک نژاد هستیم و اینا، و خیلی خوشحالم. و این جشن و سرور و اینا واقعا رویه آدم رو عوض میکنه. خیلی خوشحالم که در این امسال ما تونستیم اینجا بیایم و این جشن و شادی شما رو ببینیم. خوش به حال شما که رئیس جمهوری مثل این آقای رئیس جمهور فعلیتون دارین که شما رو سرزنده و شاد نگه داشته که اینطور داریم موزیک و رقص و آواز و شادی رو پخش میکنیم بین همه. شما به تاجیکستان بوری اول اومدید؟ بله ما به خاطر سال نو اومدیم. یک گروه 40 نفره 35 نفره توی اتوبوس هستیم. امروز هم چند جا رفتیم و مزار فارابی رفتیم، بعد جایی که دیدنی بود رفتیم همه رو دیدیم و خیلی واقعا ارزنده بود. خوشحالیم که همچی کسایی هستن اینجا و مدفنشون اینجا هستش اینا. قربانی محبت های عبد فراموش کردگی در خاطرم. من قربانی محبت های عبد فراموش کردگی در خاطرم. بناز میرود یاری در غمک آشفته بیماری. بناز میرود یاری در غمک آشفته بیماری. تا گلابی ببرش برکی شوخی سیتم داری. تا گلابی ببرش یاری دل برکی شوخی سیتم داری. مزن سرمکی به سرما جوانی، مزن سرمکی به سرما جوانی. اگر سرما زنی دل می سکانی، اگر سرما زنی دل می سکانی. اگر سرما زنی بر چشمی مستا که تو جانانی خونی عاشقانی. اگر سرما زنی بر چشمی مستا که تو جانانی خونی عاشقانی. سلسله مو آینه رو بیا به میدانی، نفس تو بهانه جو بیا به میدانی. سلسله مو آینه رو بیا به میدانی، نفس تو بهانه جو بیا به میدانی. اله آمین. سمونه که به خاصیت شود، کار دهقانا به برار شود، ساله که به خاصیت شود. خدایا خداوندا پرزیدنت ما جناب عالی خداوند نگهبان باشد، دست ترکا ما باشد همه وقت. تینجی امانیت پروردگار چه آرزی اومدی که کره همین سری سمونک به گله گشتگه میلم خانه که هم شما چای خانه مراد خانه شود. سلام علیکم. سلام. لطفا خودتون رو معرفی میکنید؟ من مهری هستم. از کجا؟ از ایران.
سلامت باشید. خوش آمدید به تاجیکستان. شما نوروز تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟ نوروز تاجیکستان بسیار باشکوه، بسیار زیبا و یادآور سنت‌های قدیم ایران و عموما چه تفاوت‌ها رو می‌بینید از نوروزهای در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشوند و در تاجیکستان؟ فرقی نداره. ما سمن و پزون داریم، ما هم مراسم نوروز داریم و به همین باشکوهی برگزار میشه و همه ایرانی‌ها خوشحال هستن که نوروز رو به همدیگه تبریک بگن، برای همدیگه سلامتی آرزو بکنن، خوشبختی آرزو بکنن و همدیگه رو که میبینن زنده بودن تا سال آینده، چیزی که شما همدیگه رو میبینید برای همدیگه آرزو میکنید و دارن. تشکر زیاد. امروز شما چون که میگوین یک نیت نیک کرده بعد دیگه سمانک رو کف میزنن، آیا شما گفته میتونید که چی نیت کردید، چی نیت نیک کردید؟ و من سلامتی همه مردم جهان، صلح و دوستی، چیزی که باستان ایران همیشه خواسته، صلح و دوستی برای همه جهان، برای همه مردم ایران خواهان شدم. تشکر زیاد. بار چندم است که شما به تاجیکستان میایید؟ من بار اولمه. و باوری هستین بار آخریه؟ نه اصلا خیلی لذت بردم تا الان، خیلی خوشحالم اومدم، خیلی خوشحالم. تشکر بارگاه. افتخارم بوده، همیشه افتخار میکنم به این سفری که اومدم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش آمدید. بینندگان گرامی، گروه معارفچیان آموزگاران شهر و دهات پنجکند با نیت نیک نیز دیگی سمانک گذاشتند و هر یکی در دل البته آرزوهای نیک دارند. به همه شما نوروز مبارک باشد. چی تمنا دارید؟ بزم گل در چمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. کل مردم تاجیکستان عزیزم را صمیمانه و صدقاً تبریک گفته برایشان تن صحت و خاطر جمع و دل بیغم آرزو میکنم و خواهان آنم که این نوروز به نوروزهای گر از این هم زیاد باشیم، کم نشویم. شکر معارفچیان هم میکنیم که جناب عالی ما را دستگیری میکنن خیلی در نوروزهای همه وقت و احترام به آنها میگذاریم. ای خداوندی زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. بینندگان گرامی، همصحبت من خانم زیبا از جمهوری ایران قرار دارد. به تاجیکستان به پنجکند خوش آمدید. شما باری اول اومدید؟ بله دفعه اوله. چی تصورات دارید درباره تاجیکستان؟ کشوری بسیار زیبا، مردم مهمان نواز. خیلی خوشحالم. نوروز باستانی هم تبریک میگم به همه فارسی زبانان.
در جای شما در وطن شما نوروز را چگونه جشن میگیرن؟ ما هم داریم نوروز لباس محلی میپوشن، سمن و پزان داریم دیگه، کادو میدن به هم دیگه، سفره 7 سین میندازیم. شما مردم تاجیکستان، مردم پنجکین باستان رو چگونه دریافتید؟ خیلی مردم خونگرم، مهمون نواز. شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلفی کجت انور رخسار مهی انور ای لعلی لبا گوهر اومان به نظر آمد سمن باغنده سمن گلی سمن باغنده سجاد سنم گیردی سری یارنده سجاد سنم گیردی سری یارنده یار گل سمن گلی سمن باغنده یار گل سمن گلی سمن باغنده سجاد سنم گیردی سری یارنده سجاد سنم گیردی سری یارنده سلام علیکم. سلام عرض میکنم. نام شما چی؟ من اسمم شبنم هست. از کجا؟ از ایران، تهران. شما در نوروز تاجیکستان شما لطفاً بگویید که نوروز تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟ من خیلی خوشحالم که امسال نوروز تونستم اینجا باشم. واقعا تجربه خیلی عالی بود. ما انگار در خونه خودمون هستیم. خیلی هم بهتر از همون پذیرایی میشه. من از همینجا نوروز رو به همه مردم فارسی زبان، تاجیک‌ها و ایرانی‌ها تبریک میگم. امیدوارم سال پربرکت، پر از شادی و سلامتی برای همه مردم باشه و این ارتباط بین ایران و تاجیکستان تا ابد گرم و گرمتر بشه. خیلی تشکر زیاد. بار چندم است با تاجیکستان میرید؟ بار اوله و امیدوارم که بار آخرم نباشه. دوست دارم هر سال نوروز بین مردم تاجیک باشم. واقعا عالیه و سال خیلی خوبی رو برای همه آرزو میکنم. حالا که نصف شب است و انبوه مردم زیاد و بزمگاه آمدن، حالا که نوروز اساسی سر نشده است، فردا میشود، مردم زیاد است، شما چه تاثیرات دارد از اون که مردم اینقدر بسیار؟ والا این برای من خیلی شگفت انگیز بود، برای اینکه این تجربه رو نداشتم و خیلی تجربه عالیه. امیدوارم فردا از اینم بهتر باشه.
پنجکنتی بوستان خوش آمدید. شما بار اول به تاجیکستان آمدید؟ خیلی ممنون. بله من بار اوله و خیلی خوشحالم اینجا هستم. تاجیکستان برای شما پسند است؟ بسیار، برای اینکه با یه مشترکات فرهنگی داریم و در واقع ما یه جور خودمون رو پیدا میکنیم تو این فرهنگ، گذشته خودمون و شما رو که میبینیم در واقع به خاطر مشترکاتی که داریم انگار خودمون رو داریم میبینیم. در جمهوری ایران نوروز رو چگونه تجلیل میکنن؟ خب اونجا مراسم خودشونو داره، هم هفسین داریم و بیشتر در واقع در خونه ها این دید و بازدیدا انجام میشه و همه فامیل به دیدن همدیگه میرن. به هر حال چون 13 روز تعطیل هم هست در ایران، یک به اصطلاح فرصتیه برای مردم که در واقع با بهار شروع میکنن زندگی رو و خیلی میگم مشترکات هست دیگه.
آرامی جان تاجی در خاندان تاجی بهار است سومنک مژده کار است سومنک شدگشدار است بدین مبارک سومنک در چشمان افچه زنیم دیگران در خامات افچه زنیم سومنک در چشمان افچه زنیم دیگران در خامات افچه زنیم سومنک توی بهار است سومنک مژده کار است سومنک زنده دار است بدین مبارک سرسالش شوند امام علی رحمان جانم برایشان سپر میکردم سرسالش شوند امام علی رحمان جانم برایشان سپر میکردم عقدی کشیده ای تو خانه گلشن جان بعدی تو بود برای جانم جشن الرغم بسازم و به عالم گه ما اشای جهان دلی تو باشد رشن الرغم بسازم و به عالم گه ما اشای جهان دلی تو باشد رشن مردمی هایی گل حیلالا این گل کجا مانه حیلالا Hey Joe, you're a mon, محبوبی من مطلوبم سن
میزند بلبل در باغ چمن ای گل چهچه میزند بلبل در باغ چمن ای گل چهچه میزند بلبل در باغ چمن ای گل چهچه میزند بلبل رفتیم راه دور چهچه میزند بلبل در باغ چمن ای گل چهچه میزند بلبل آوردیم نهال گل چهچه میزند بلبل در باغ چمن ای گل چهچه میزند بلبل این گل رنگ جامانی چهچه میزند بلبل در چارباغ مرزا گل چهچه میزند بلبل جانانه من باشی چهچه میزند بلبل از نازکان گردم چهچه میزند بلبل در باغ چمن گل چهچه میزند بلبل در باغ چمن گل چهچه میزند بلبل غلطی ناز تو باش غلطی شوخی تو باش غلطی بردن خوبش غلطی شیرین زبانش غلطی و شوخی که او بردن خوبش غلطی این زدن بر لب خوب شوخی تو باش غلطی مرقیبان همدن باده گل میریزن به همین هستی دل ناز تو باش غلطی یار تصندوق دلدار تصندوق ای یار تصندوق دلدار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق ای یار تصندوق دلدار تصندوق ای یار تصندوق دلدار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق دل دادن به شما حضور ندیدم اشما داد دیلم به شما حضور ندیدم اشما من دادن به شما حضور ندیدم اشما داد دیلم به شما حضور ندیدم اشما یار تصندوق دلدار تصندوق ای یار تصندوق دلدار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق صد بار چی باشد هزار بار تصندوق
زنم گیردی سری یارنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده یار گل سمنه گلی سمن باغنده یار گل سمنه گلی سمن باغنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده سمنه گلی سمن باغنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده چشمانی سیاه داری تو ما هم داره سمنه گلی سمن باغنده یار گل سمنه گلی سمن باغنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده سرچرخ زنم گیردی سری یارنده یار گل سمنه گلی سمن باغنده یار گل سمنه گلی سمن باغنده